با سلام مجدد، امروز در جشنواره و نمایشگاه مشاغل بانوان ایرانی هستیم در خدمت خانم فرانک عزیز که آفیس منیجر آقای دکتر محمود مشکین، متخصص کاشت مو با 20 سال سابقه. میدونم که خیلی از دوست آشنایان من در خدمت ایشون اخیراً، حالا اسم نمیاریم ولی خب به هر حال ایشون آفیس منیجر هستن و چند تا خانم ایرانی فرانک جون پیش شما کار میکنن؟ 8 تا خانم کار میکنن به اضافه یه خانم دکتر که اونجا کار میکنن و خود آقای دکتر و منم اونجا در خدمتشون هستم کار میکنم. من تازگی ها فهمیدم که خانم آقای دکتر مشکین ایشون هم دکتر هستن و آفیستون. بله با ایشون کار میکنن، همکارشون هستن. همونطوری که میدونین آقای دکتر 20 سال سابقه کار دارن در هیر ترانسپلنت و اولین پزشک ایرانی بودن که این کار رو شروع کردن در حقیقت. و آدرس ما در گلندل آفیس دارن آقای دکتر، در انسینو، بیورلی هیلز و در اورنج کانتی. در خدمت خانم راکسانای عزیز هستم از دفتر وکالت آقای دکتر کامران یدیدی. راکسانا جون خوشحالم که در کنارت وایسادم. یکی از خانم‌های موفق هستی که انقدر تعریف تو از این ور اون ور جدی میگم و شنیدم، به خصوص آقای یدیدی خیلی خیلی تعریف تو کرد. لطف کن یک کمی راجع به کار دفترتون و برنامه‌ای که اونجا میگذره و چند تا خانم ایرانی اونجا کار میکنن برای بینندگان تایم تیوی توضیحات کوچیکی بده. حتما. خوشحالم که امروز اینجا هستم. من از دفتر وکالت کامران یدیدی هستم. خانم‌های ایرانی زیاد اونجا داریم خوشبختانه، البته به ریاست آقای دکتر یدیدی. کار ما وکالت هست در امور تصادفات و خیلی خوشحالیم که تونستیم همکاری بکنیم با نیو پینک پیجز. البته فرق نمیکنه خانم یا آقا، ولی همیشه میگم پشت یک مرد موفق یه خانم خوبی ایستاده. در کنار یک خانم دکتر دندان پزشک جوان زیبا هستم و خانم دکتر بهاره صفایی. خیلی خیلی ازت تشکر میکنم که اومدی، ممنونم. میدونم که در کارت بسیار موفق هستی. یک کمی لطف کن در مورد برنامه هایی که داری، کارهایی که میکنی و آدرس محل بیزنست برای بینندگان تایم تیوی بعد قربونت برم. من کارم کازمتیک و ایمپلنت دنتیستری. کازمتیک یعنی ونیرز و کراون و این کارا میکنیم برای خوشگلی دندون، سفید کردن دندون. این آفیس وایتنینگ تو 1 ساعت سفید میکنیم. اینویزالاین که صاف کردن دندون بدون سیم میکنم و ایمپلنت سارگان که ایمپلنت توی جلسه توی 1 ساعت ایمپلنت میذاریم و دندون روش میذاریم. این کار رو میکنم. تو انسینو 16101 ونتورا بولوارد سویت 350 در انسینو ونتورا و وودلی هستم. در کنار یک خانم موفق دیگه، خانم خاطره عزیز هستیم که کارهای موبایل فوتوگرافی انجام میدن. خاطره جون این دفعه دومیه که لطف کردی ما رو سرافراز کردی، اومدی در برنامه نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان ایرانی، بانوان موفق ایرانی. به هر حال به افتخار میکنیم. لطف کن یک کمی راجع به بیزنس خودت، راجع به کارهایی که میکنی برای بینندگان تایم تیوی توضیح بده. حتما. اولا خیلی سلام میکنم خدمت همه و خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم. من میبینم که خانومای ایرانی اینقدر موفق، اینقدر فعالن اینجا. من کارم عکاسی هستش، استودیوم سیار هستش و میرم توی محل، خونه، آفیس یا هر کجایی ستاپ میکنم، میکاپ میکنم، عکس‌ها رو میندازم و
وقت زیادی با مشتری صرف میکنم، خیلی پیشنت هستم و همیشه هم سعی میکنم که کارم خیلی متفاوت باشه. کار یک نواخت انجام نمیدم. عکسای بسیار قشنگی با خودت آوردی میبینم. من فکر میکنم این زیباترین عکسیه که این بیبی کوچولو با این مامان و بابا، هرچی که از همه عکس‌ها واقعا زیبا و قشنگه. خیلی کارات واقعا متفاوته. هر کدومو که آدم نگاه میکنه کلی بعد توش خیره بشه، واقعا میگم، تا ببینه که what is going on و چقدر زیبا، همه چی عالی، خیلی خیلی قشنگ. ایشالله که همیشه در کارت موفق باشی. بذار من شماره تلفنتو بدم، هست 877 487 معذرت میخوام 877 482 6356. کار بسیار زیبا و قشنگیه. انشالله موفق باشی، بهترین ها رو برات آرزو میکنم. قربونت برم. مرسی. در نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان هستیم. در کنار یک عزیز دیگه، یک خانم موفق ایرانی هستیم، خانم میترا صبوری عزیز که هم خودشون وکیل هستن و هم شوهر نازنینشون آقای مایکل سبزوار. میترا جون یه کمی راجع به کار خودت و بیزنس خودت صحبت بکن، ممنون میشم. شایزم اول سلام بکنم به تمام بینندگان عزیز و خیلی ممنون از بایر اردلان عزیز که امروز این برنامه رو گذاشته برای ما که بتونه همه خانم‌های موفق ایرانی جامعه ما دور هم باشن و واقعا نشون بدن که چقدر قوی هستن و چقدر موفق هستن و خواهد بود در این امریکا و در دوربر دنیا. من همونجوری که فرمودن میترا صبوری هستم، با همسرم مایکل سبزوار تقریبا یه 20 سالی که وکالت میکنیم در لس آنجلس و در ایالت کالیفرنیا و تا که بتونیم در خدمت هموطنان عزیز هستیم. خیلی ممنون که شما این وقت رو ما دادین که با شما باشیم. خواهش می‌کنم. میترا جون، میدونم که به غیر از فعالیت‌های وکالت و یه مامان خوب بودن و کارهایی که میدونی، یک برنامه پاور رکورد و صاحب پاور رکورد هستین. یک کمی هم راجع به اون برای عزیزان توضیح بدین، ممنونت میشم. چشم. ببخشید من امروز فکر کردم میترا صبوری وکیل هستم، ولی خب حالا اون یکی صحبت هم می‌کنیم. بله، به اضافه به دفاتر حقوقی هم یه دونه بیزنس جدید من واسطم تقریبا 2 سال پیش به اسم پاور رکورد. ما یه رکورد لیبل هستیم که سعی می‌کنیم تا جایی بتونیم کمک بکنیم به خواننده‌ها و آرتیست‌های ایرانیمون در امریکا و در بیرون از کشور. حتی سعی می‌کنیم کمک کنیم به جوانانمون در داخل ایران تا جایی بتونیم پروموتشون بکنیم یا یه کنسرت براشون بذاریم یا کمکشون بکنیم به خاطر آلبوم‌هاشون و هر فعالیتی دارن یا خواهند داشت در امور اندستری میوزیک اندستری ارسایی دیگه. در همین حالا فعالیتمون تا اونجا هست. خانواده خودشون رو در بهترین موقعیت نگه می‌دارن. خوشحالم که می‌بینم بیزنس‌هاشون دور هم جمع شدن و ریکگنایز میشن، موفق هستند و خوشحالم که همسران پرمهرشون در کنارشون قرار میگیرن و همراهی میکنن. از ساعت 10 صبح امروز دور هم جمع شدیم، برنامه‌های زیادی رو داریم تا ساعت 8 شب قرار دور هم باشیم. در صورت امیدوارم به خودتون خوش بگذرونید. اول از همه به دوستانی که تشریف آوردن زنگ بزنید و بخواید که بیان و موفقیت دیگر ایرانیان عزیز رو ببینن و شاهد باشن. در ضمن من چون خودم خیلی به این موضوع حساسیت دارم یادآوری میکنم که بچه‌های گروه پاکی در قسمت لابی ورودی قرار گرفتن و اگر تا الان رجیستر نکردید برای بون مری دونیشن که کار به خصوصی نیست غیر از اینکه یک کتون کوچک داخل دهن گذاب دهان شما رو نمونه برداری میکنه، چیز دیگری نخواهد بود. اما اگر شانس یاری کنه و قسمت بشه و شما بتونید یک جان یک انسان رو نجات بدید، خوشا به حالتون. پس خواهش میکنم جزء وظایف خودتون امروز بگذارید وجداناً که وقتی دارید از در میرید بیرون حتما میشه بچه‌های استاف بکنید و نمونه آب دهان رو به اونها بدید تا انشالله بتونیم باعث نجات یک انسان بشیم. خب بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، برنامه‌های زیادی خواهد بود. منتظر آقای دکتر هولاکویی هم هستیم که وقتی تشریف آوردن دقایق شاید وقتشون رو اینجا بگیریم و بعد در یکی از برنامه‌ها و نشست‌ها در اتاق دیگری دور هم جمع میشن. سپاسگزار از همه شما عزیزان. منتظر چند نفر از دیگنیتری‌های
سیتی هم هستیم که به وقتی که بیان حتما باز مصدق اوقاتتون میشم. مرسی. میگفتی بی تو هیچم، با من بمون همیشه، نباشی من میمیرم، گل بی گل نمیشه. چه اشتباهی کردم حرفاتو باور کردم، چه اشتباهی کردم حرفاتو باور کردم. یه روز سرد پاییز گلون تو شکستی، مثل عروس بلکن تو بلکونه نشستی. بهار میاد دوباره بازم تو رو میارم، مثل گل زینتی تو بلکونه میکارم. بازم به گلدونه بگی با من بمون همیشه، نباشی بی تو میمیرم، گل بی گلون نمیشه. چه اشتباهی میکنه حرفاتو باور میکنه، چه اشتباهی میکنه حرفاتو باور میکنه. در نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان ایرانی هستیم و در کنار یک خانم عزیز دیگه، خانم نازنین و موفق در کارشون هستیم. میخواستم که خودتون رو معرفی بکنید بیشتر و یک چند دقیقه با بینندگان عزیز تایم تیوی صحبت بکنید. درود بیکران، شبنم بهاران هستم. کار ما جولری های جواهرات ایرانی هست، از در واقع سمبل آیین ملی ما فروهر زرتشتی و سمبل پرچم ایران، شیر خورشید، ندا که فردا هم یادبودش هست، براتون برسونن که کلا کارهای ایرانی هست. سربازان هخامنشی، بز بالدار، شیر بالدار، کارهایی که صرفاً ایرانی هستش. خیلی خوشحالم میبینم بانوان ایرانی اینطور موفق و پیروزن و واقعا باعث افتخاره. من مدت کوتاهی اینجا هستم ولی باعث افتخاره واقعا. آرزو میکنم هم شما که بانی این اتفاق هستین، هم تمام عزیزان هر روز موفق تر باشن و همینطور ستاره ها درخشانتر از همیشه ستاره های ایرانی بدرخشن. واقعا سپاسگزارم از همه. خواهش میکنم، ما هم به شما افتخار میکنیم. شما هم مثل یک ستاره سهیل، پروین، هر چی که میتونیم بگیم میدرخشین. محل کار یا آدرستون هم لطف میکنید بدین؟ خواهش میکنم. روی وبسایت اگر که همیهنان عزیز بخوان مراجعه کنن خیلی بهتر، راحت هست. پارس آرت گالریز این وبسایت ما هست و اونجا میتونن تمام جولری ها رو ببینن و اگر دوست داشتن اوردر بدن ما در خدمتشون هستیم.